вазири маориф ва илми Тоҷикистон аз мақомаш барканор шуд. طبق اطلاعات دریافتی محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان از مقامش برکنار شده است. دستی کم دو منبع از وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 21 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی خبر برکناری آقای امامزاده را تصدیق کردند. به گفته منبع‌های رادیوی آزادی مراسم معرفی وزیر نو بعد از ظهر امروز برگزار می شود. در همین حال خبرگزاری آزیا پلیوس نوشته است که رحیم جان سعیدزاده به جای محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان تعیین شده است. تاکنون در سایت رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان برکناری وزیر نشر نشده است.